در رأس چیز است هر وقت که بخواهی، ترشی تره و باقلقت و اشبل ماهی. برای یه ترش تره اصیل و خوشمزه گیلانی باید ترکیب جعفری و گیشنیز و تره و اسفناج و مقداری نعنا رو حسابی خورد کنین و توی یه گمج بریزید، بهش یه مقداری نیمدانه و زردچوبه و آب اضافه کنید، بذارید روی حرارت تا بپزه. میزان دقیق مواد و ترکیب سبزیجات هم تو کپشن براتون نوشتم. یه برش از اون ماه دودی هم میذاریم روی کته تا باش بپزه. ترش تره سیر فراوون میخواد، پس یه لیتر سیر رو پوست میگیریم و رنده میکنیم، به همراه روغن میذاریم روی حرارت. یه مقدار که سرخ شد بهش زردچوبه و تخم مرغ اضافه میکنیم. خیلی از گیلانی‌ها تخم مرغ تو خود ترش تره میزنن، ولی من جدا سرخ میکنم. 2-3 تا قاشق آرد برنج رو با آب قوره یا آب نارنج تازه مخلوط میکنیم، میریزیم تو خورش، مدام هم میزنیم تا گوله نشه. نمک و فلفل ترش تره رو اندازه میکنیم، ترکیب سیر و تخم مرغ هم بهش اضافه میکنیم، درش میبندیم رو حرارت خیلی کم تا جا بیفته. این مابین ماهی دودی و کتمون هم حاضر شده که ترکیبش با ترش تره فوق العاده میشه. بعضی از گیلانی‌ها ترش تره رو خیلی غلیظ‌تر از این درست میکنن، ولی ما اینجوری درست میکنیم. در رأس چیز است هر وقت که بخواهی، ترشی تره با باقلقت و اشبل ماهی. حتما ترش تره خوشمزه چکن ترنش جام ببلم نیستر.